سلام علیکم، سلام السلام علیکم برادران عزیز. امروز 17 مارت باد هوای وطن تماشا کنید. حالا قشلاق پایین‌تر خمیدین، در قشلاق همه جا سفیده. اینجا یک ماشین رفتگی پیش یک 2 ساعت پیش یکم راه سیاه شدگی، خط سیاهی داره. باقی مونده همه جا سفیده. درخت هم قریب شکسته هستند، برفی چسبک میچسبه. انا همین شمشکون که پایین خمیدی بهار نزدیک میشه، یعنی که اخیرای فوریه دا میرسیده. همینجا در اینجا بالاتر در دهه ما ماهی ینوار ایده، اولای ینوار. اینجا ما رسیدیم در فوریه، در اخیرای فوریه. نگاه که سیاه شده است کم کم. حالا پایین‌تر میریم باز سیاه‌تر میشه. ما هم طرف نوریه رفتیم مرکز. بعضی کار بردونیم نصیب باشه حل شوندن، اگر حل شوند بسیار خوب میشه. یکی راه هم همین تره هستن که ماشین شلی میره، شلی. انا ای برف همیشه بردگی گفتیم 17 مارت برف بردگی. دیگه خوبیش همیه که هوا خنک نیست، زمین یخ نیست، ملایمه. این برف تیز آب میشه. قد آب خنگه و امروز تیرا کار کنن نامدن، کار نمیکنن امروز. نگاه کنی برف هم نگاه کنی شکل میبره. جورا دیدستی که کم کم سیاهی میتوه. وقتی که اینجا بلو میره طرفی لایرونی بلو سیاهی نمیتوه، همه سفیده. حاضر وقتی گشتنی گرگر رو باه خوگه زرگوش های. کوگو هم باید بخمبن، نه کوگو بر وقت رای برای کوگو جد دارن در جا برای بجو شویشو. کوگو نمیخمبن حاضرشه. اگر همین خیلی در روسیه روز بزنه برف بسیارتر شد بعد کوگ میخمبه. این راه ما همین خیلی پایین میخمبیم. ساعت 5:30 سحری اینا ما حرکت کردیم. زنده باشی برادر عزیز، باز در چخچخیم. این طرف دهه ارغنکول میگن. دیده کی بچه ما تنچخلای معلوم شده است که ماهای فوریه گذشته استیم، در مارت اومده استیم. نزدیکی مارت مال دهه ارغنکول بگذاریم بعد میبینی که حقیقت در مارت رسیدیم، در ماه مارت. جام برف خشور زدگی، پروسه زمین گرم کی است، در زمین زیاد نچسته است. در شاخه‌های درخت نگاه کنیم، درخت‌ها سرخم شدگی اند. عزیز تماشاچیان محترم، نگاه کنید که در اینجا وقتی می اومدی یکم سکروس مایده میرفتی. اینا بعدی حشر بعد از توزه کردن سنگا را گرفتن، بعدی او گریدر اومده گیه یا که بولدوزرای راه نگاه کنید چقدر رشد کرده گیه. این خیلی رشد راه ما میگیم که اوی چکم بد نمیلقه هم خیلی رشد داید. این کوپری دریای خینگو. بعد ریش کردن راهو و اول دست سنگا را گرفتن، بعد گریدر بولدوزر اومد توزه کرد، ریش کرد. بعد این نصیب باشه ریگریزی های ریگا میریزم و انشاءالله که خوب میشه. برادرای عزیز بولدوزر تا همینجا را اومده گیه. بهار سبزا هم قریب که برماده ایستن. ماشینو گشته ایستن همه سیاه، برف بلنده. نه بچه هم بوی بهار رو فهمیدگی هم تل در آمدگی هم. یا بچه پژرنیکش ما کی چیه؟